اگه این مرد نبود هادی چوپان هیچ وقت قهرمان نمیشد. هر شغل بدنسازی تو دنیاست دست فرورده ایشونه. از قهرمان کشتیکج و ستاره هالیوود یعنی راک گرفته تا گرگ پارسی خودمون هادی چوپان، همگی شاگردی این مردو میکنن. مردی که با تکنیک‌های خاصش 5 نفر قهرمان مستر المپیا کرده و یه تنه 25 بار طلای مستر المپیا رو برای شاگرداش به دست آورده. مرسی از اسپانسر خوبمون شهر لوازم خانگی. این نابغه کسی نیست جز هانیرام بود، بهترین مربی بدنسازی جهان که اصالتا ایرانی و قلبش همیشه برای ایران میتپه. با اینکه هزینه هر جلسه تمرین بخش 430 میلیون تومانه، اما بازم واسه کلاس‌های سرادت میشکنن، چون با ابداع سیستم تمرینی FST7 تو دنیای بدنسازی حسابی انقلاب کرده. این روش 7 ست خیلی سنگین داره که اشک طرفو در میاره، اما در عوض حجم خیلی زیاد و یه فیگور جذاب به آدم میده که دهن همه باز میمونه. تازه آیسان اسلامی هم جدیداً داره زیر نظر هانیرام بود تمرین میکنه و اعتراف کرده که بعد از 15 سال بدنسازی تا حالا همچین تمرین سختی نکرده. یه ایرانی هر جایی باشه میترکونه. این پستو بفرست برای عاشقای بدنسازی.